کسانی میتونن به الله توکل بکنن که این دوتا ویژگی رو داشته باشن. یک، توحید. دو، بعد از توحید ایمان به لطف الهی. ببین اون ایمان به وحدانیت الله بود. دو، ایمان به ربوبیت الله که الله متعال رحیم است، مهربان است، لطیف است. محمد غزالی رحمه الله که خودشون یکی از پیش قراولان و طلایه‌داران عرصه اخلاق و عرصه معرفت الهی است، میفرماید کسانی میتونن به الله توکل بکنن که این دوتا ویژگی رو داشته باشن. یعنی هر کسی که این دوتا ویژگی رو در خودش پررنگ بکنه اون میتونه بسپاره و الا نمیتونه توکل بکنه، اصلا امکان نداره. یک، توحید. کسی که به معنای واقعی موحد نباشد، کسی که به وحدانیت الله کاملا ایمان نداشته باشد، این فرد نمیتونه بسپره. این فرد نمیتونه. الله ذوالجلال در آیه خود رسول صلی الله علیه و سلم رو خطاب قرار میداد که ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو حق نداری به جز الله کسی دیگر رو فرا بخوانی. ولا تدعو من دون الله، هیچ کسی رو، هیچ قدرتی رو، هیچ اهریمنی رو، هیچ انرژی رو، هیچ منبع فیضی رو، نه، منبع فیض وجود ندارد. ولا تدعو من دون الله. سبحان الله، این آیات توحید آدم رو قوی میکنه، توکل رو به معنای واقعی جلوه دار میکنه. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین. اگر این کار رو بکنی تو جز ظالمین قرار میگیری. حالا وقتی که توحید رو به معنای واقعی ایمان آوردی، حالا دنبال آیه میفرد و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. حالا که تو به معنای واقعی به وحدانیت من ایمان آوردی، میتونه بسپری. اگر تمام انس و جن دست در دست هم بدن، تمام قدرت ها، نه ابر قدرت ها، تمام سیاست مداران عالم بخوان ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبه الله لك، نمیتونن ذره‌ای به تو ضرر وارد بکنن. تو اون زمان خودتو به من سپردی. تا زمانی که به معنای واقعی ما وحدانیت الله رو ایمان نداشته باشیم نمیتونیم بسپریم. این یه ضعفه و این ضعف توسط خود آیات قرآن، تدبر و تعمق در آیات قرآن درمان میشود. دو، بعد از توحید ایمان به لطف الهی. ببین اون ایمان به وحدانیت الله بود. دو، ایمان به ربوبیت الله که الله متعال رحیم است، مهربان است، لطیف است. خدای متعال بندشو نمیذاره آخر. وقتی در شکم مادر هست بچه، از اون بند ناف تزریق می شود و ارتزاق می شود. در واقع ارتزاق او از بند نافه، ولی وقتی به دنیا میاد جیغ میکشه، گریه میکنه، داد میداد. همه بچه ها عموما. میدونید چرا؟ یکی از دلایلش میتونه این باشه که بدبخت شدم، اون لوله مواد غذایی من قطع شد، بریدنش. اون منبع غذایی من امروز بریده شد، حالا چه بخورم؟ خبر نداره که بابا پروردگار عالم رب است، تو زندگی رو به او بسپر. وقتی که سپردی، حالا بچه چون نمیدونه و نمیتونه، خدای متعال بدون اون که او بسپاره خودش تکفلش رو به عهده میگیرد. یک راه رو قطع میکنه، خداوند از قبل 2 تا راه رو، 2 تا شکم، 2 تا پستان مادر رو براش آماده کرده. غم روزی مخور بر هم مزن اوراق دفتر را، که پیش از طفل ایزد پر کند پستان مادر را. باز تا 1 و 2 سال با این 2 تا منبع غذایی عادت میکنه، تا میخوان از شیر بگیرن باز گریه میکنه. خبر نداره که 2 تا رو بخواد بگیره 4 تا بخواد بده. تمام خوراکی های انسان از این 4 تا خارج نیست، یا شیره، یا آبه، یا گوشت، یا گیاه. پس بنابراین ما یقین داشته باشیم که پروردگار عالم روزی رسان هست. توکل کنیم به معنای واقعی عزیزان. این 2 تا مانع رو برداریم. 1، اگر ما موحد نیستیم به معنای واقعی به یگانگی الله ایمان بیاریم. 2،
حتما و حتما به مرحمت الله، به لطف الله، به حمایت الله و به محبت الله ایمان داشته باشیم.